آخرش نفهمیدم رژیم فستینگ بگیرم یا نگیرم. شب تا صبح باید فست باشم یا صبح تا شب باید فست باشم؟ چه چیزایی رو مجازم در رژیم فستینگ استفاده بکنم؟ سلام، مازیار دادفر هستم، کارشناس تغذیه. تو این ویدیو قرار در مورد فستینگ صحبت کنیم. اول باید بدونیم رژیم فستینگ یعنی چی و اصلا تعریف رژیم فستینگ چیه. رژیم فستینگ به این معنی که شما بیشتر از 12 ساعت مواد غذایی کالری دارن رو استفاده نکنید یا اصطلاحاً فست باشید. دو مدل رژیم فستینگ داریم، فست شبانه و فست روزانه. فست شبانه به این معنی که شما شامتون رو زودتر میل میکنید و صبح روز بعد صبحانه رو با تأخیر میخورید که حداقل بین 12 تا 13 ساعت شما باید غذا میل نکرده باشید. و فست روزانه به این معنی که شما صبحانه رو این مقدار زودتر استفاده میکنید و نهار رو عملاً حذف میکنید تا شب که شامتون رو میل میکنید. ولی فستی که توصیه میشه و برای کاهش وزن تاثیر بیشتری داره فست روزانه است. چرا؟ چون شما در هنگام خواب عملا متابولیسمی ندارید و وقتی که شما خواب هستین بدن انرژی خاصی استفاده نمیکنه. برای همین هم بسیار ساده تره و همین که تاثیر زیادی هم نداره. ولی فست روزانه به خاطر فعالیت‌های روزانه‌ای که شما انجام میدین قطعا تاثیر بیشتری داره و کاهش وزن بیشتری به شما میده. خواص فستینگ. رژیم فستینگ خواص زیادی داره که من چند تا از اونها رو برای شما توضیح میدم. یکی از مهمترین فواید فستینگ شوک استوب وزنیه. کسایی که استوب وزنی دارن برای مدت طولانی نتونستن وزن کم بکنن، فستینگ گزینه خیلی خوبه برای اینکه بتونن بدنشون از استوب خارج بکنن و بدنشون شوک بدن. دومین خاصیت فستینگ کاهش وزن سریعتر از رژیم‌های معمولیه. شما با رژیم‌های معمولی ممکنه ماهی بین 3 تا 4 کیلو وزن کم بکنید، ولی رژیم فستینگ این قابلیت رو به شما میده که تا ماهیانه بین 7 تا 8 کیلو هم وزن کم بکنید، البته با شرایطی که در آخر ویدیو میگم. یکی از خاصیت‌های دیگه‌ای که فستینگ داره اصطلاحاً میگن خودخوری. به این معنی که بدن شما تمام بافت‌های فرسوده و سرطانی رو که داره برای در واقع تامین انرژی، چون شما 12-13 ساعت فست هستین و بدن شما نیاز به انرژی داره، ناچارن تمام این بافت‌های فرسوده رو تجزیه میکنه و تبدیل به انرژی میکنه که این باعث در واقع افزایش توان و سیستم ایمنی بدن میشه. یکی دیگه از خاصیتایی که در واقع فستینگ داره تقویت دستگاه گوارشه. شما در طول سال در طول حالت‌های عادی ممکنه روزانه غذا استفاده بکنید، صبحانه می‌خورید، نهار می‌خورید، میان وعده استفاده می‌کنید و معده و دستگاه گوارش مدام در حال ترشح شیره‌های گوارشی، آنزیم‌ها و حرکات گوارشیه. برای همین بدن شما در واقع سیستم گوارشی شما یه مقدار ضعیف میشه، توانمندیش مقداری اصطلاحاً کم میشه. فستینگ به بدن شما این فرصت رو میده که سیستم گوارشی رو بازسازی بکنه و اون در واقع ضعفایی رو که در طول این دوره برای شما به وجود اومده از بین ببره. چه مشکلاتی رژیم فستینگ داره؟ یکی از بزرگترین مشکلاتی که رژیم فستینگ داره نیاز به اراده قوی داره. برای تمامی افراد مناسب نیست. مخصوصا افرادی که زیاد رژیم گرفتن و ول کردن اینا نمیتونن معمولا فست بگیرن، چون اراده قوی نیاز داره. شما باید در واقع 13 ساعت غذا مصرف نکنید که این خیلی در واقع نیازمند اینه که شما از نظر اراده قوی باشید و بتونی جلوی خودت رو بگیری. این مشکلی که رژیم فستینگ داره، یه سری افراد نمیتونن رژیم فست بگیرن. کسانی که دیابت دارن و زخم معده دارن به هیچ وجه نباید رژیم فستینگ بگیرن. این افراد از رژیم‌های دیگه‌ای باید استفاده بکنن، چون که شما بین 12 تا 13 ساعت قرار غذا مصرف نکنی، مخصوصا افراد دیابتی، باعث میشه قند خون به شدت افت بکنه و اصطلاحاً هایپوگلایسمیک بشن و این افراد ممکنه دچار شوک بشن و خطرات بسیار زیادی داره. همچنین افرادی که زخم معده هم دارن، این افراد معدهشون باید همیشه مقداری غذا در معده داشته باشن. وقتی که فست میگیرن 12-13 ساعت در واقع غذا استفاده نمیکنن، اسید معده ترشح میشه و باعث تشدید زخم معده. نکته بسیار مهم در رژیم فستینگ دوره فستینگ نباید بیشتر از 1 ماه طول بکشه. چرا؟ به چند دلیل. اول، بدن عادت میکنه به شرایط جدید و دیگه شما دچار کاهش وزن نمیشی و هیچ وزن کم نمیکنی. رژیم فستینگ بیشتر از 1 ماه طول بکشه، بدن دچار عضله‌سوزی میشه و استخوان‌های بدن هم یه مقدار تحلیل میرن. برای همین بهتره که رژیم فستینگ دوره‌هاش 1 ماه باشه. 1 ماه رژیم فست باشین، 1 ماه رژیم عادی و بعد بتونید دوباره رژیم فستینگ رو ادامه بدید. و یک نکته بسیار مهم برای رژیم فستینگ، اگر می‌خواید کاهش وزن خوبی داشته باشین، یعنی بین 6 تا 8 کیلو کاهش وزن داشته باشین، 3 تا نکته بسیار مهم داره. نکته اول، مصرف فیبر بالای غذایی. یعنی شما باید در طول روز مدام سبزیجات و میوه استفاده بکنید، مخصوصا سبزیجاتی که زیرو کالری هستن، یعنی کالری ندارن. شما در رژیم فست میتونید استفاده بکنید در طول روز، هیچ مشکلی نداره. نکته دوم ورزشه. باید ورزش رو کنار رژیم فستینگ انجام بدید. اگر ورزش نکنید خیلی کاهش وزن زیادی هم نداریم. و نکته سوم،
نکته سوم که خیلی مهمه، باید خوراکی‌های تب گرم استفاده بکنید که سوخت و ساز رو بالا ببره، مخصوصا وعده‌ای که قبل از فست میگیرید. حالا نه که مثلا فست روزانه میگیرن میشه صبحانه، برای اینکه در واقع فست شبانه میگیرن میشه شام. اینا رو باید انجام بدید. نکته دیگه که در فست خیلی مهمه، تو اون 13 ساعتی که شما فست هستید و خیلی اینو نمیدونن، خیلی چیزا رو میتونید استفاده بکنید، خصوصا خوراکی‌هایی که زیرو کالری هستن، مثل انواع کلم، مثل انواع سبزیجات و در واقع مایعات رو هم میتونید استفاده بکنید. اینا ممنوعیت در واقع غذایی ندارن، ولی خوراکی هایی که کالری دارن حتی یک عدد خرما هم نباید استفاده بشه، چون که ریتم فستینگ به هم میخوره. و نکته آخر، مشکلی که در فستینگ زیاد پیش میاد و به ما مراجعه میکنن، مشکل یبوسته. باید مراقب یبوست باشید. چه کار باید بکنید؟ من 2 تا راهکار ساده به شما میگم برای اینکه در واقع یبوست نگیرید و بتونید فست رو تا آخر ادامه بدید. نکته اول، مصرف منظم دانه چیا. اگر آب در طول روز مصرف میکنید، روزه‌دار نیستید و فقط فست می‌خواید بگیرید، در آبی که مصرف می‌کنید حتما دانه چیا هم باشه که بتونید در واقع فیبر بدن تامین بشه و دچار یبوست نشید. نکته دوم، آلو بخارا. سعی کنید قبل از اینکه فست رو شروع بکنید بین 3 تا 4 عدد آلو بخارا رو در 1 لیوان آب ولر بریزید و بذارید نرم بشه. وقتی که نرم شد همراه آب میل بکنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و می‌خواید ویدیوهای بیشتری از این موضوعات داشته باشین، در واقع کانال ما رو سابسکرایب کنید.